نامه روی داده لینین گلوری ما IPW هستیم در راند دوم تورنمنت. اینجا شبمون رو نمیدونم چرا ولی با بوتر شروع میکنیم. خیلی ازش خوشم میاد، میکروفونم ازم میخوام. یه بار دیگه میگم نمیدونم چرا ولی داریم راند دوم تورنمنت رو با بوچر شروع میکنیم. بشنویم که چی میخواد. از گذشته سالانگی هر روز تو من تغییر میشه و از اون از خیلی میترسیدم. سعی میکردم مخفیش کنم حالت. میترسیدم از اون از میترسیدم که اون دارن آسیب بزن یا منو دور کنم. من از خانوادم، دوستان، خودم یه روزی تصمیم گرفتم دیگه نترسم و بترسم و غلبه کنم. خیلی جالبه. از اون روز دیگه از هیچ کس و هیچ چیزی نمیترسیدم. اون ترس تو من مرده بود کاملا. حس میکردم اون من واقعیه و خیلی جالب بود برام. اون من واقعی رو بیشتر از من که تظاهر به واقعی دیدنش میکردم دوست داشتم. واقعا حس خوب از اون بود که دیگه دارم این صندوق رو هستم و اون حس خشم بود. خیلی جالبه که بوچه با دستش شکستم اومده. اما من امروز نیومدم سرتون رو به در بیارم که بگم من گذشته چه غلطی کردم، چی بودم، چی هستم، فلان مثال. امروز روی صحبتم با اون است که این بلا رو بزنم. یعنی کی میتونه باشه؟ روی صحبتم با اون است. شاید من از هدفم دور کردم، از این تورنمنت دور کردم ولی از بین نرفتم. نمیدونم کی، حتی نمیدونم کجا، ولی تا آخرین روز عمرشون باید ازم بترسم. یعنی یک روز به عمرم شده باشه پیداشون میکنم، کار میکنم تا آخرین روز عمرشون تو یادشون شده بونه. آدم فراموشکار نیستم. مرسی. خسته نباشید. چی میکنی؟ یه بار گارفیلد یه بار اینی من نمیفهمم واقعا. تو چی میگی؟ اینجا چه کار میکنی؟ این روز دیگه پیش خواهیتم میگه خیلی ازت خوشم میاد، پیشم خواهی بمونی؟ چه بدی داره؟